چرا هرگز هیچ کاری رو شروع نمی‌کنی؟ سلام رفقا، حالتون چطوره؟ این یکی از خاص‌ترین ویدیوهای منه و خواهش میکنم که لطفاً تا آخرش با من بمونید و حتما این ویدیو رو تا آخرش گوش کنید. ببینید عزیزان، چرا ما هیچ وقت شروع نمی‌کنیم هیچ کاری رو. این ویدیو رو دارم با تمام وجود و از اعماق وجودم دارم ضبط میکنم و براتون میگم دلیل اینکه هیچ وقت ما هیچ کاری رو شروع نمی‌کنیم تنبلیمون نیست. ما اصلا هیچ چیزی به نام تنبلی نداریم. ما فقط و فقط اینکه هدف نداریم، انگیزمون از دست دادیم. انگیزه ما به این دلیل از دست میره که خودمون رو دست کم میگیریم و فکر میکنیم هیچ توانایی نداریم. این خاص‌ترین حرفیه که من میتونم بزنم بهتون، چون این رو دارم با حس خودم، با افکار خودم براتون میگم. نه از جایی کپی کردم، نه از جایی دارم حرفشو میزنم. اینکه شما فقط و فقط انگیزه خودتون رو از دست دادید، مثل منی که الان توی خونه نشستم و هیچ غلطی نمیکنم. شما بیاین یه چک لیست بردارین، 10 تا از هدفایی که میخواین بهش برسین رو بنویسید و قدم به قدم اون کارهایی که میشه به این انگیزه ها، به این هدفاتون برسید رو توی ذهنتون مرور کنید. و اینکه چرا هیچ وقت هیچ کاری رو شروع نمی‌کنید، دلیلش اینه که شما به هیچ عنوان روی یک کار تمرکز نمی‌کنید و همزمان دارین به چند تا کار فکر می‌کنید و این باعث میشه که شما هیچ وقت اون کار رو انجام ندید. اگه دنبال ویدیوهای بیشتر از من هستی، حتما پیج رو فالو کن و توی کامنت ها بنویس قسمت بعدی. خیلی مخلصیم.